عصای سفید، رمز مستقلیت روشندلان. هر سال جهانیان در 15 اکتبر روز عصای سفید را تجلیل می کنند. این روز بین المللی هر سال در کشور محبوبمان تاجیکستان هم تجلیل می گردد. این روز به جهانیان می فهماند که نابینایان هم روز دارند، روزی تجلیل، به مثال عصای سفید. عصای سفید نه تنها برای راه، بلکه همچون یک رمز امنیت، مستقلیت و اعتماد نابینایان است. عصای سفید برای نابینایان همچون چشم است. با واسطه آن مانعه های در راه بوده را احساس می کنند. رنگ سفید عصای سفید این رمز بین المللی است. تمام آدمان از روی این عصا نابینا بودن شخص را درک می کنند. علل خصوص رانندگان. برای بی‌خطری حرکت عصای سفید مساعدت می کند. با تشبث فدراسیون بین المللی نابینایان نخستین بار 15 اکتبر سال 1964 این جشن در ایالات متحده آمریکا جشن گرفته شده است. بعدها سازمان ملل متحد این روز را همچون روز بین المللی عصای سفید در جهان اعلان کرد. بعد از این حفظ حقوق‌های معیوبان و نابینایان مد نظر جهانیان شد. در جمهوری تاجیکستان هر سال این روز با برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی، مسابقه‌های ورزشی، یاری مادی و دیگر چیزها برگزار می‌گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر تشکیلات‌های مربوطه برای صاحب کسب نمودن نابینایان چاره‌ها می‌اندیشند. ما در هر جایی که با این گونه شخصیت‌ها روبرو می‌شویم باید نسبت به شخصیت آنها احترام خاصی داشته باشیم.